ژاپن تو دهه 60 وارد عرصه اقتصاد جهانی شد و تو دهه 70 اولین قدرت اقتصادی جهان ژاپن بودش. الگوی ژاپن این بود که خیلی کم مالیات میگرفت، ولی وقتی دولتی کم مالیات بگیره هزینه‌های کشور باید به هر روشی تامین بشه. سیاست ژاپن این بود که از روش انتشار اوراق تامین مالی بشه، یعنی از مردم قرض میگرفت. توی امریکا دارایی بانک ها اوراقش 20% سپرده هاش هستش، ولی نسبت اوراق به تولید ملی ناخالصی در ژاپن 230%. چه دولتی میتونه طولانی مدت از مردم قرض بگیره؟ توی ژاپن نرخ بازدهی اوراق زیر 1% هستش، تقریبا میشه گفت صفره. حالا چرا مردم با این بازدهی خیلی خیلی کم به مدت طولانی از سال 70 تا به امروز اوراق میخرن؟ یعنی یه جورایی دارن به دولت پول قرض میدن. این الگو تا کی جواب میده؟ برای پاسخ به این سوال باید به نرخ برابری ین به دلار توجه کرد. مثلا تو سال 1968 میلادی هر 370 ین $1 بود، ولی الان هر 140 ین $1 میشه. وقتی ین ژاپن تقویت میشه، در واقع سود اوراق در ژاپن خیلی بهتر از دلار هستش و مردم مشتاقن برای خرید اوراق. ولی حالا که فشار توی اوراق زیاده و روش‌های قبلی جواب نمیده، یکی از راه حلاش اینه که ین شروع کنه به کاهش. یعنی اینکه ژاپن سیاست انبساطی پولی در نظر بگیره و این باعث میشه که ین در مقابل دلار کاهش ارزش پیدا کنه. این یعنی چی؟ یعنی ارزش ین مقابل دلار کم میشه و فروش اوراق توی ژاپن سخت میشه. حالا اگه 10% دیگه ین سقوط بکنه و طلا بهتر از دلار باشه که بهترم هست، اوضاع برای اوراق خیلی بد میشه. در کل نظم پولی جهان باید جوری باشه که برای اوراق خواهان باشه، وگرنه نظم پولی جهان به هم میخوره. چون کشورهایی مثل ژاپن و امریکا اقتصاد کشورشون بر اساس اوراق اداره میشه.